درود دوستان، به کانال ارگ برتر خیلی خوش اومدید. این ویدیو نسخه VIP آموزش هستش و مختص به آقای هستش. بریم برای ادامه ویدیو. سلام دوستان، به اولین ویدیو از مجموعه آموزش های ارگ اندروید خوش اومدیم. موضوعی که ما امروز میخوایم راجبش صحبت کنیم آشنایی با محیط برنامه هستش توی نسخه 2023 ارگ اندروید که به شما ارائه داده میشه این نسخه و شما روی همین نسخه کار میکنید و تمرین میکنید. اولین چیزی که ما در رابطه با یک برنامه وقتی میخوایم یاد بگیریم آشنایی به محیط اون برنامه است. یعنی ما وقتی میخوایم نسخه 2023 ارگ اندروید رو برای مثال یاد بگیریم باید اول با محیط اون برنامه آشنا بشیم، با اجزای اون برنامه آشنا بشیم تا بتونیم در مراحل بعد اینها رو بشناسیم و روشون به قولی اجرا بکنیم. اولین بخشی که ما میخوایم اینجا بهش اشاره بکنیم معرفی بخش سازها هستش توی ارگ اندروید نسخه 2023 و این قسمت آبی رنگی که توی بخش کادری که جلوی ما هستش میبینیم. وقتی ما یه بار کلیک میکنیم روش این صفحه برای ما باز میشه توی نسخه اصلی، یعنی بدون بارگذاری ست یا چیز دیگه. این خود برنامه هستش، سازها و ریتم‌های خود برنامه هستش که اینجا میخوایم بهش توضیح بیشتری راجبش بپردازیم. الان ما اینجا جابجا میکنیم ست ها رو، ببخشید سازها رو، میبینیم که همشون سر جای خودشون هستن و اینها مجموعه سازهایی هستن که ما میتونیم باهاش ارگ زنی رو ادامه بدیم. برای مثال پیانو، یا مثلا میایم توی پی 3 باقلاما و به همین شکل. پس اولین بخش از آشنایی با محیط برنامه شد معرفی بخش سازها. حالا دومین بخش معرفی بخش ریتم هست. ما روی این قرمز رنگ که پرشین بندری وان نوشته کلیک میکنیم با قسمت ریتم های برنامه آشنا میشیم که میبینیم که ریتم های برنامه توی این قسمت هستن. حالا برای اینکه ما بخوایم یک ریتم رو انتخاب کنیم و یا اون ریتم رو شروع کنیم و قطعش بکنیم، برای مثال این ریتم بندری، ما با کلید استارت و استوب این کار رو انجام میدیم و خیلی راحت. پس ما تا الان دو تا بخش مهم رو معرفی کردیم، یعنی بخش ساز و بخش ریتم. و حالا یه بخش دیگه توی ژانر آشنایی با محیط برنامه میشه بخش معرفی دستگاه. دستگاه خیلی چیز مهمی هستش که ما روی این آیکون سبز رنگ وقتی کلیک میکنیم با این صفحه مواجه میشیم که بعدها توی ویدیوهایی که راجع به نوازندگی و ارائه نوت ها هستن اینجا ما میتونیم از این قسمت رو خیلی یاد بگیریم و بفهمیم که آقا منظور از دستگاه و سیستم و اینا چی هستش کلا. بنابراین این پک شد ساز، ریتم و دستگاه که برای شروع هر آهنگ جز لازمه اون هستش. ما برای مثلا ریتم داشته باشیم ساز نداشته باشیم نمیشه، ساز داشته باشیم ریتم نداشته باشیم بازم خوب نمیشه، و اگه ساز و ریتم داشته باشیم اما دستگاه مد نظر نباشه باز همون آهنگ رو نمیتونیم اجرا کنیم و بزنیم. و بخش بعدی که خیلی مهم هستش توی نوازندگی توی قسمت ارگ اندروید بخش تمپو هستش. تمپو چیه؟ ببینید ما به هر ضرب، تعداد ضربی که توی هر آهنگ زده میشه اون سرعت پخش اون ریتم رو بهش میگن تمپو. ما با این کلید تمپو میتونیم سرعت ریتم رو کم یا زیاد بکنیم به همین راحتی. و حالا یه بخش دیگه که بخش پنجم میشه گفت از این آموزش هستش بخش اکتاف هستش که اینجا میبینید که اکتاف نوشته. وقتی ما بزنیم روش نگاه کنید میتونیم اکتاف آهنگ رو بالا پایین بکنیم. اکتاف هم که میدونید دیگه اون صدایی که ما مد نظر ما هست وقتی این رو میبریم بالا 7 تا نوت بالاتر برده میشه. پس شما که با نوت آشناییت دارید احتمالاً بدونید اکتاف چی هستش. بله، اینها خیلی چیزهای مهمی هستن که ما الان توی این ویدیو یاد گرفتیم. پس ساز، ریتم، دستگاه، تمپو، اکتاف و نحوه شروع و قطع ریتم. خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردی. خدا نگهدار.